السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی نگهبان هر یک از ما و شما باشه. هیچگاه خداوند خواری و زاری و ناداری برای هر یک از ما شما نصیب نگردانه. هر کجایی که باشیم در حفظ امانی الله باشیم، الله حفظ کنه هر کجایی که باشیم. خب بسیاری مسائل میشه که یعنی بسیاری خواهرها زن میزنن که یعنی شوهران ما را جواب دادن، یعنی طلاق کردن، یعنی جنگ جنجال میشه بسیاری وقت. یعنی بسیاری حالات رو مثال من خودم مثال که الحمدلله که بودک نیستیم، زندگی رو میبینیم، میدونیم، میفهمیم از همه طرف، از همه جهت. اگر نیه کنیم بگیم مردک مثلا کوشش میکنه برای سطح زندگی، اگر بگذار که مثال بگیریم کار میکنه، زندگی میکنه برای همه چی، برای چی؟ برای پدر مادر، برای زن فرزند. لیک مثال بگیریم اگر 100,000 روبل کار کنه اگر برای اویله، از امون 100,000 اگر از خود کنه 10,000 روبلش برای خودش از خود میکنه، 90,000 روبلش برای اهل اویله. لیک وقتی که در زندگی یک مشکلی پیدا میشه، زنه گفتی که با جنگ جنجال هم میبرداره، یعنی یک نفهمی میشه. مثال بگیریم اگر انسانی عاقل باشه، با فهم باشه، یعنی بعضی حالات میشه که بعضی برادرها مثلا زن میگیرن، زنی دوم که سیم یا چهارم بگذار، بعدا یعنی خواهرها جنگ جنجال میبردارن. یعنی پیش از آنی که جنگ جنجال بردارن فکر کنن که سبحان الله، الله قادره. الله اون بدبختی که در سری اونها اومده بس یک بیارش، اونها از خشی زندگیشون زن دیم نمیشن، از بهوده کاری و که بیکار مونده باشن. نه، ایجاتونی که نمیخوان سبحان الله که دست به حرامگوی الله سبحانه و تعالی بزنن، هر آنچه که الله حرام گردانده است. و مثلا بسیار حالات رو میدونیم که مثال بعضی برادر به خاطر زناشون زن نمیگن که یا کار میکنن، برای هم هستیش برای زن فرزنداشون میکنن، لیک در صدمه دوچار میشه و یعنی اولیه میکنه، یعنی بیمار میشه. انسان که اولیه کرد بیمار میشه. بعض وقت دخترها میشن که دخترهای بی سواد میگه تا آخر عمرشن اینولید میمونه. امون بعض وقت میشه که استماره بیجا میشه و اینولید میشه، یعنی دیاگنوز اینولیدیش میمونن و زنو میبرن میره شو میکنن. اینا بگیم بعضی حالاتاش میشه که حتی سبحان الله شوهرش در برش شو میکنه. بسیار برادرها زن میزن که یعنی اویلا میگه خونه مادرش رفت، چند خبر زن میزنه که شو که ایستم، میگه من درک ندارم، حالا که من جوابش داده نیستم، حالا که میگه بینمون جنگ جنجال هم شدگی نیست. و هم خودی رسول الله صلی الله علیه وسلم برای هر یک از ما و شما میگه که بختان ضرور بشماره زن دیندار، زنی که از الله سبحانه و تعالی میترسه، زنی که از گفته های رسول الله صلی الله علیه وسلم آگاهه، زنی که با گفته خدا و گفته رسول خدا صلی الله علیه وسلم میکنه، زنی که از طاعت عبادت الله دور نیست، زنی که در اطاعت شوهر، زنی که عائله خوبه. یعنی این گونه زنها را اگر که داشته باشین و اینی دندون کرسیتون گفتی که باب خفین، و زنی که سبحان الله ناشکر گذاره، قطعی بهوده و بهوده جنگ میکنه، وقتون ضرور بشموره یکان تیاقی سبحان الله بگیم تیاق ارغایی را که ارغیش میگن در ترکستان که سخته نمیشکنه بای قوقه، انا تیاق وقتون ضرور بشموره که تا که تربیه بیاوه. اما یه پشخو میکنم. لیک الله سبحانه و تعالی وقتی توفیق کنه، وقتی که بگیم فوندامنت همو زنک ای کودکیش هم تا کودکی اخسی پیسی اخمال باشه، اگر تا الله توفیقی دیرش نده و اصلاح نمیشه. برای این ساعته که کوی تا پدلیون بریم اخچه میقبه تا هدفش رسیدن، هدفش که رسید تمام دوله میشه. و سبحان الله اگر بعضی زنها، اما زنهای صالحه هستن الحمدلله،
زنهای صالحه بهترین نعمت روی دنیا هست. اما بعضی زنها هستن سبحان الله که کمک اگوالشون بده نگر به خدا قسم میخورم که پدر مادر تا میگه بعد در پیرانسال خانه بمون. الله ما و شما از این گونه زنها نگه داره. اما زنهایی که همین گونه کارها را میکنن، همین گونه گپا را میگن، انتظار باشن که ای فرزندشون والله و بالله و تالله 10 مرتبه بدتر و ضررتر میبینن. اما کسی که معامله خوب میکنه نسبت پدر مادرش، والله بالله تعالی قسم که ای فرزنداش 10 مرتبه زیاد و بهتر و بیشتر و خوبتر و افضلتر میبینه. با اون خاطر یعنی الله سبحانه و تعالی برای هر یک جوان مسلمانی که زنگیره، زنی صالحه را، زنی که با طاعت عبادت الله او را نصیب گردانند. یعنی بسیار جوانا بگیم ای مردم میشنن که همی سازه، یعنی بعضی ها برقصد میگن، بعضی ها ندیدن میرن اون کار میکنن، مثلا زن میگیرن. نه، شریعت اجازه میده. برین بپرسینش که ای بنده خدا تو کی را پرستش میکنی؟ در چه عقیده، در کدام دینی، در کدام دین مبینی؟ کی را پرستش میکنی؟ در کدام مذهب گفتی گپا؟ در کدام رأیی؟ چه عقیده داری؟ چی میخوای دنیا و حیات زندگی؟ اگر که همی گفت که اینستاگرام و تلفن و بیسمدان و ماشین و چی؟ الله نیابان و ماشین میگو نم نیپاپوتی. اما زنی که بگیم باقی خوشبختی که در اون خانه طاعت عبادت الله باشه، در اون خانه تلاوت قرآن باشه، بعدا گفتی که با خوشبختی را احساس میکنی. اما که خانه در آمدی گفتی که با سبحان الله زنک خوکاش دختگی تیر کمونش پر کردگی، در اون خانه هیچ گاه گفتی با تو اینکه الله خوشبختی نیاره، هیچ وقت خوشبختی نمیشه. با همون خاطر اولش که بعضی مردها هم هستن که نوجوان مردن، الله اینگونه جوان ها نگه بداره هر خواهر مسلمانه. بعضی هستن ظلم میکنن، بعضی خشتمان هم هستن ظلم میکنن، بعضی خسرا هم هستن ظلم میکنن، بعضی بگیم زندگی خوبه اما خسر خشتمان در داخل میشه، زندگی را ویران میکنن. مثلا اپریلان وریمه بعضی وقت هستن که مثلا مادر رش میکنه، بعضی وقت پدر رش میکنه، دیگه تجسم میشه یک کاکوت اپریلان وریمه وقت میگذره. اگر که همون زن سرکشی نکنه بیاید گفتی که برای خشتمانش مادر جان بگه معامله خوب کنه مثل مادری خودش، برای خسرش پدر جان بگه گفتی که حرمت عزت کنه، والله قسم یگان انسان بدیره نمیخواه. همه گفتی که ما فرزند آدمی شیر مادر خوردگیم. لوبای کسی گفتی که مسلمان در دلش سیله رحم داره. همین لوبای جوان مسلمانه برای خواهرای مسلمان ده، همین خواهران مسلمان برای همین شوهراتون والله که معامله خوب کنین، زبان شیرین، گفتار خوب. هیچگاه گفتی که نسبت شما بدرفتاری نمیکنه، هیچگاه بالای شما دست نمیبردار. برای چی؟ برای که تو مادری فرزندهای او هستی، تو شخص هستی که زیر پای تو جنته برای فرزندات. اگر که تو زنی صالحه باشی. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا هی امرأة صالحه. یعنی دنیا به مثل یک متاعی است، به مثل یک توشه است، به مثل یک دسترخوانی است که بهترین چیزی همون روی دسترخوان این زنی پاک دامنه. چه ما در دسترخوان بشینیم اگر از پیش یک طعام در دسترخوان چیزی که خوب باشه برای ما دلپسنده همون چیزا میخوریم. مثلا بگیریم اگر در دسترخوان هست گوشت بریان، ماهی بریان، ماهی آبپز، گوشت آبپز، کرچکه بریان، کرچکه آبپز، دیگه و دیگه مثلا طعام های با مزه سالاد دیگه و دیگه میوگی ها، نوشابه های حلال اینجا موندگی هستن. اما مثال عادی بگیریم در اینجا گوتی که با آزوقا موندگی که وجه که نشتگی هم
پتیر خمیر زدگی، بو گرفتگی و اون موندگی، همه خلاص بسیار چیزای خوب موندگی و بعضی مواد پوسیدگی موندگی هستن. از همونجا ما انتخاب میگیریم و اختیار میکنیم، چیزی که دلمون میخواد همون چیز رو انتخاب میکنیم میگیریم بهترین شه. اما ببینید که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین همین نعمت ها بعد از عبادت الله سبحانه و تعالی و از گفته رسول الله همین زنی پاک دامنه. یعنی زنی پاک دامن بهترین الحمدلله. رسول الله صلی الله علیه و سلم در دیگه حدیثش میگه که زنی که مثلا که اطاعت کنه الله سبحانه و تعالی، یعنی روزش بگیره و بین پاش محافظه کنه و شوهرش اطاعت کنه، داخل جنت شو از کدام دری که میخواه. اینه چون اسلوبی کوتاه کرد اگر که همکار رو بکنه دیگه هیچی برای ضرور نیست. سبحان الله. حالا بسیاری ها هرگاه میگن که مثلا چی باید فقط زنها را چی میکنیم. آخه ما بگیم از اکثریت گپایی که من میگم تجربه حیات زندگی، قصه های گفتی که با بنی اسرائیل نقل ندارم، قصه های حضرت موسی علیه السلام و زمان نقل ندارم. ای زمانی که این حال در جمهوری خدمت، این حال در زندگی خدمت، این حال در همه دنیا وقت ساعت که گذشته است، از همین چیزها بگیم قصه داریم نقل داریم. بس با اون خاطر پیش زنگیری حرکت کنین. یعنی زنگیر رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. او جوانانی که شرایط داره، استطاعت داره، پس ازدواج بکنین. اگر که شرایط ندارین پس بختان ضرور بشمارین روزداری را. الله نگهبانی حرکت ما و شما باشن. خداوند توفیق بندگی را برای حرکت ما و شما نصیب بگردانه. آرزو و امیدواریم که الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را در جنت فردوس الاعلی یکجا بگردانه. خدا نگهبان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نگفتنمونه در شهر مسکو برای حجامه رقم ها روی اکران میتوانید که مراجعه کنید. فی امان الله. السلام علیکم.